بیهوده عبادت خدا را انجام دهیم، نماز خوانیم. ماه مبارک رمضان روزه داریم، احترام اوامر خدا، شعائر خدا کنیم. رسول الله هم بنابر همین توشه داشتن. اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یکدیگر توافق کردند که گوسفند را ذبح میکنند. یکی از اونها قسم میکنه یا رسول الله علی ذبحها، کشتن همین گوسفند بر ذمه من. دیگری قسم میکنه یا رسول الله پوست کردن و میده کردن گوسفند بر ذمه من. هر یک کدام آنها یک وظیفه برای خود گرفتند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین کسان گفتند که وظیفه من هیزم جمع کردن علاوه ماندن این اوقات این گوسفند است. ببینید برادران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم پسترین کار به دوش خود گرفتند، زیرا که تواضع داشتند. امروز من و شما هم باید تواضع داشته باشیم، من و شما هم باید خاکسار باشیم، کسی باشیم نباشیم، اهل علم باشیم، حافظ قرآن باشیم، عالم باشیم، عوام باشیم، باید کار کنیم، محنت کنیم، باید که خدا ترس باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این سخن را گفتن، اصحاب گفتن یا رسول الله جان من فدای نامتی، ما نمیگذاریم که جناب شما خیزم جمع کند و در اینجا علاوه دیگمون ما با این هرگز راضی نمیشویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن والله اینی ان اکره ان اتمیز عنکم، قسم به خدا که من بد میبینم که از بین شما جدا شوم. من این کار برای خود بد میبینم که در اینجا نشینم شما کار خدمت کنید. والله اینی احب ان آکل من عمل یدی، قسم به خدا که من دوست میدارم که از عمل دست خودم، از آبیله کف دست خودم بخورم. لأن نبی الله داود علیه السلام یأکل من عمل یدی، در حضرت داود علیه السلام پیغمبر خدا بودن، از عمل دست خودشان خوردن. بنابر همین رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خود در اونجا نشستن و استراحت کردن، حتی برای خود بد دیدن. این تواضع پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. باید من و شما خصلت را از رسول الله آموزیم، آداب و اخلاق را از پیامبر صلی الله علیه وسلم آموزیم. باید تواضع داشته باشیم، باید خاکسار باشیم، خدا ترس باشیم، با تقوا باشیم، نمازهامون در وقتش خوانیم، عبادت را از همه مهم دانیم، زیرا که من و شما را خداوند تنها برای خود ناشامیدن آفرید. خداوند برای ما و شما نعمتهای معنوی آفرید که قرآن و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باید اینها را شکرگزاری کنیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. خداوند میگوید که آیا شما حساب میکنید که من شما را بیهوده آفریدم و بازگشتی به سوی خداوند ندارید؟ هرگز چنین گمان نکنید که بازگشتی به سوی خدا داریم. برای همه کردار و اعمالی که در دنیا انجام میدهیم پیش الله جل جلاله حساب و کتاب میشه. بنابر همین رسول بزرگوار اسلام برای همه رحمت بود. خداوند فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای حبیبی من تو را برای عالمیان رحمت فرستادم، نه تنها برای امت خود، برای تمام بشریت رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت بود. در روایت میآید یک جوان یهودی بچه رسول الله صلی الله علیه وسلم را دوست می داشتند. در حیاتشان مقدر و تقدیر الهی در سین جوانیشان از دنیا گذشتند. وقتی که بیمار شدند پیغمبر صلی الله علیه وسلم همراه چند صحابه خبرگیری رفتند. پدرش یهودی در اونجا در پیشش آب حسرت از دیدهاش میرفت و این جوان هم لحظات آخری از حیاتش بود، امید از همه کنده شده بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین رفت در نزدش نشست، گفت قل لا اله الا الله اشهد لك عند الله. لحظه آخر حیاتت است،
بگو لا اله الا الله، من پیش خدا شهیدی میدهم. اون جوان آب حسرت میرفت و پدرش نگاه کردی پدرش چی میبید؟ آیا اجازت میدهد که این کلمه رو بگوید؟ وقتی که به پدرش نگاه کرد فرزند چقدر شیرین است برادران عزیز. هر انسان از خود فکر باید کند. و پدرش نگاه کرد، پدرش گفت من دیگر از دستم چیزی نآمد. از بیمارخانه ها امیدم کنده شد، از طبیب ها امیدم کنده شد، دیگر چیزی از دست من نمیآید. اطع ابا القاسم. پدرش گفت همین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که کنیه‌شون ابا القاسم بود، اطاعتش کن. هر چیزی که میگه میلش بچم بگو، گفته محمد را بگو. اون جوان در لحظه آخر حیات گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتن که شهادتی میدهم که نیست معبود بر حق بجز الله و شهادتی میدهم که رسول الله تو محمد پیامبر خدا هستی. با این کلمه زیبا از زبانشون برآمدن جان به الله تسلیم کردند. انا لله و انا الیه راجعون. لحظه اخیر حیاتشان بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه صحابه ها برآمدند. وقتی که از در خانه اون یهودی بیرون شدند گفتند الحمدلله الذی انقذه من النار. خدا را شکر که این جوان خداوند از آتش دوزخ نجات داد. و ببین لحظه آخر حیاتش بود، با کلمه زیبا نزد خدا رفتن. بنابر همین یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه وقتی که اولین سالهای اولی که مبعوث شدن مردم بسیاری نمیشناختند. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز برآمدن، در راه برآمدن که یک پیرزن خیلی کمپیری مشرکه بود، در دستهاش بارهای وزبین با مشقت عذاب بارها شخانش می بود. رسول الله نزد شد رفتن گفتن مادر اجازه دهید به خیاری می رسانم. خلاصه که کمپیر بودن، ضعیف بودن، بارها را دادن. رسول الله گرفتن، محمد را نمیشناختن. وقتی که در راه رفتن اون کمپیر گفتن که پسرم در مکه مکرمه یک شخص به نام محمد برآمده است که اون دعوای پیغمبری میکنند، دین بابگی ما را مشرکی از بین میبرد، هرگز به او ایمان نبیار. تشویقات کردن با رسول الله، نشناختن که این محمد است. بارها تکرار کردن. وقتی که در راه رفتن چند بار، خلاصه که در خانه‌شان رسوندن. رسول الله چیزی نگفتن که بارها تگیر من مانند من شما، ما و شما باشیم صبر و طاقت تحمل نداریم. وقتی که بارها را در خانه پیرزن گذاشتن، اون پیرزن بار دیگر گفتن که ای جوان در این مکه محمد برآمده است که دین ما را از بین میبره، هرگز به او ایمان نبیار. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن که یگان سخنی پست بالا نگفتن، گفتن مادر، گفتن آیا اون محمد را میشناسی؟ گفتن من میشناسم، شنیدم که چنین محمدی هست. گفتن اگر نشناسی همون محمد من هستم. اون پیرزن گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. من شهادتی میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله و شهادتی میدهم که ای محمد دینی تو حق است، تو رسول خدا هستی. و این خصلت تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ابو طالب عمکشون بیمار شدن، پیامبر در نزدشان آمدن نشستن، در طرف چپ ابو جهل بدبخت بودن. رسول الله گفتن که یا عمی قل لا اله الا الله. ای عمکی من لا اله الا الله میگو، من پیش خدا شهادتی میدم که خدایا این عمکی من با ایمان رفت. ابو جهل بدبخت گفتن ای ابو طالب تو امروز ایمان بیاری، این قوم تو چی میگوید؟ میگن سردار من با دین محمد ایمان آورد، دین بابگیش از دست داد، به قومش خیانت کرد، این عار مردم چی میگوی؟ رسول الله بارها تاکید کردن. وقتی که آیه کریمه نازل شد انک لا تهدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین.
جایگاه حضرت جبرائیل فرستادن که به حبیبی من بگو تو هدایت کردن نمیتونی کسی را که دوست میداری این ابو طالب و دوست میداری نمیتونی که این هدایت کنی ولیکن هدایت خدا خودش میکنه. الله میداند که کی هدایت مییابد. وقتی که این آیه کریمه نازل شد رسول الله غمگین شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه کنده شدند که دیگر عامتون ایمان نمیبیارند. خیلی برای پیغمبر مصیبتی وزنی بود زیرا که ابو طالب بارها رسول الله را حمایه میکرد. برای این غمگین شد. خلاصه که دعوت را بس کرد و مات کافرا. خلاصه علما میگن ابو طالب به ایمان آورد. با فریب نیرنگ ابو جهل کذاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب پرسیدند که یا رسول الله این ابو طالب این قدر به شما محبت داشت این جای چی شد این کجا رفت؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ابو طالب در طبقه های بالای دوزخ است. اگر شفاعت هم نمیشد در پسترین آتش دوزخ بود. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی برای کافرها هم شفاعتش میرسد. بنابر همین هم ذاتی بزرگ پیغمبر ایمان شماست. حضرت موسی علیه السلام وقتی که اوصاف پیغمبر را از خداوند شنیدن حضرت مولوی میگوید چون به وصفش نگاه موسی کرد شدن از امتش تمنا کرد. وقتی که صفت پیغمبر را حضرت موسی از پروردگار شنید گفت ای کاشی که من امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بشنم. رسول بزرگوار اسلام با وجود این حتی گفتن که لا تخیرونی علی موسی من از حضرت موسی بلند نکنید. این تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم. كنت نبیا آدم بین الماء و طین. پیامبر میگویند من زمان پیامبر شدم که حضرت آدم ابوالبشر بین خاک و گل بود. حالا خالقش نبود. اون زمان رسول الله پیامبر بود. اما خداوند تا 40 سال رسول الله را امتحان کرد. باری از زبان رسول الله دروغ نبرآمد. باری خیانت نکرد.